دوستای عزیز، وقتی شما سفر میکنین تقریبا 15 عدد از سفر که باید یاد داشته باشید. اولش وصیت اهل و تقوا، دوم نوشتن وصیت دین و غیره، سوم توبه نصوح، چهارم رد مظالم، یعنی اگر سر کس ظلم کردین باید حقش پس ادا بکنین، پنجم نفقیتان باید حلال باشه، ششم استغفار یا استغنا از دست دیگران، یعنی به چیزهایی که همسفرهایتان داره به او چشم نداشته باشین، هفتم قصد وجه الله و آخرت و تقرب با اعمال و اقوال باشه، یعنی وقتی انسان سفر میکنه این سفرش باید به خاطر رضایت الله باشه، مثلا سفر عبادت از به حج میره یا به عمره میره یا یک سفر تجارتی میره. هشتم اختیار دوستا یا همسفرهای صالح. نهم وقتی که سوار میشه بسم الله بگوید، تکبیر و تسبیح بگوید و دعای سفر بکنه. دهم کثرت ذکر و استغفار، زیاد ذکر بکنه، زیاد استغفار بکنه و محافظت به نماز جماعت بکنه، از قیل و قال اجتناب بکنه، در سفر خود زیاد چطور است چون نیست، از مزاح و سخنهای لایعنی حفظ بکنه، دیگه خود از غیبت و سخنچینی و مسخرگی، دیگه نیکی با همسفرهای خود بکنه، به کسی ضرر نرسانه، امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکنه با حکمت، دیگه از رفث و فسوق و جدال و ترک الفاظ ناشایسته. و السلام علیکم و رحمت الله.